سلام. تصادف میکنی افسر میاد سر صحنه میگه خسارت زیر 30 میلیون تومانه، کروکی لازم نیست، برو بدون کروکی از بیمه خسارتت رو بگیر. میری شرکت بیمه میگه یه سری تصادفات هستن که حتی اگه خسارت زیر 30 میلیون هم باشه بازم کروکی لازم داری. شما میمونی 2 روز اسیری که کروکی رو برداری بدی شرکت بیمه که خسارتت رو بگیری. برای اینکه این مشکل پیش نیاد من لیست تصادفاتی که شرکت بیمه حتما کروکی میخواد رو بهتون میگم، یادتون بمونه یا پستو سیو کنید. تصادف شاخ به شاخ کروکی میخواد، تصادف دنده عقب، تصادف با جسم ثابت مثل درخت، مثل گاردریل، تصادف با خودروهای سنگین مثل اتوبوس، کامیون، تصادف با حیوانات اهلی، زمانی که بخوایم خسارت اون حیوان اهلی رو به صاحبش بدیم کروکی لازمه. تصادف سر چراغ قرمز کروکی میخواد، زمانی که بیش از 2 تا ماشین با هم برخورد میکنن یا تصادف زنجیره‌ای باشه اون هم کروکی لازم داره. تصادف موقعی که 2 مرحله‌ای باشه، مثلا میزنی به یه ماشین میچرخه، میزنی مثلا به یه چیز دیگه، اونم باز کروکی لازم داره. تصادف با موتورسیکلت کروکی لازم داره. زمانی که یکی از طرفین حادثه گواهینامه یا بیمه نامه نداشته باشه هم کروکی لازمه. تصادف با خودروهای نظامی هم کروکی میخواد. توی کامنت ها اگه من تصادفی رو جا انداختم به من بگید. متشکرم، موفق باشید.